ای مؤمنان، توحید حقیقی این است که در قلب تو تنها الله است، یکا و یگانه. اگر تو بیماری، از الله مدد بخواه. اگر همسرت به تو گوش نمیدهد، از الله مدد بخواه. اگر فرزندت به تو خیانت کرد، از الله مدد بخواه. اگر دردت زیاد شد، از الله مدد بخواه. اگر برای تو کار زندگی مشکل است، از الله مدد بخواه. اگر در تو محکم شد، آن را بکشا به فرمان الله. آن الله است که به خاطرش کوه‌ها حرام می شود. آن الله است که به خاطرش آفتاب دور می زند. آن الله است که به خاطرش ستاره‌ها می افتند. آن الله است که به خاطرش آسمان شکفته می شود. آن الله است که تمام زمین آسمان ها را اداره می کند. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. کی چنین قدرت را داراست؟ کی دارای چنین امکانیت است؟ کی است که امرخوایش همیشه اجرا کرده می شود و امرخوایش من نمی شود، این کار نمی شود مگر الله ذوالجلال به تو نیست؟ پس مترس از هیچ کسی بجز الله. هرگاه تو میخواهی غالبیت و موفقیت، نزدیک شو به الله غالبیت. اوست خدای خوشبختی ها. حالا وقتی تعطیل ها است. ما دیدیم مردم چگونه ایمان دارند. آنها به مرکزهای سودا و دکانها و سیر و گشت پرخاز سیاحت می روند و جویا خوشبختی می شود. اما خالق خوشبختی الله است. خالق خرسندی الله است. تمام آرامش در دست اوست و هیچ کسی مراجعت مکن به غیر الله. اگر تو میخواهی کدام کار دنیایی را انجام دهی، تنها به امر کرده او انجام بده. ابن قیم فرمودند الله تو را از دو چیز آفرید، از جان و قسم. استراحت برای بدن این خوردن و آشامیدن است از آن چیزی که در زمین می روید. وقتی که می میرد باز به خاک سپرده می شود. اما استراحت برای جان در دست الله است. اگر روح در فرمان الله باشد نه از زمین، پس خوشبختی نیز از جانب الله است. آرامش روح از جانب الله است. قسم به الله، خوشبختی علاقمند است به اطاعت کردن الله. خوشبختی در پول نیست. چقدر پولدارها هستند که نزد حافظای قرآن می آیند که برایشان قرآن خوانده شود. چقدر انسانها در منصب‌های بلند هستند که نزدیکانشان را می بیند دار می زند از بیماری خود. أصبح فيه حب للوحدة وهروب من البشرية بعد أن كان يقول أصحابي بالآلاف. خوشبختی از جانب الله است. خوشبختی در دست الله است و الله به تو امر میکند که تنها از او مدد بخواه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اوست که آنها را آرامی، راحت، خوشحالی، خوشبختی و غالبیت می دهد. این گونه انسان می تواند از تحت دل بخندد و خرسند باشد به خدای خود، اما به شرطی که ایمان داشته باشد و عمل صالح انجام دهد. اگر چه حالا تعطیل ها سر شده است و انسان ها خوشبختی را در سیاحت، بازی ها می کوبند، از این جا برمی آید که امت تا حال در خواب غفلت است. این گونه شخصان را می باید برهیزند، اما چون این شخصان تنها بعد مرگ بیدار می شوند. الله در قرآن می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنین. آنها مبارزه میبرند. مبارزه این قربانی هست و قربانی این کنار گذاشتن دوست داشته به خاطر دوست داشته ترین است. کنار گذار مقصدهای خود را به خاطر الله
چیزی را قربانی کن که دلت میخواهد به خاطر الله و الله در عوض این به تو ایمان، راه راست، راهی که تو را به جنتش داخل میکند نصیب میگرداند. ای بندگان خدا، پس عبادت کنید یگانه الله را با توحید اساسی، نه با توحیدی که در کتابها و در عباره ها است. باید این توحید در قلب‌های شما باشد. تو مدد بخواه تنها از الله. اگر تو در جای تنها نشسته ای، بدان که الله با توست. تو هر چیز را میخواهی به دست آری، بدان که آنها به کفالتند. تمام چیزها در دست الله است. برای شخصانی که ایمان دارند این کفالت است که مدد الله میرسد و تو غالب میگردی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون.